مرد شگفت‌انگیز قسمت دوم. این قسمت غول چراغ جادو. بله برادر. کجایی؟ بیا خانه، کارت دارم. داخل راه هستم، الان میام خانه. این چیه؟ تا اینجور چیزی ندیدم. من غول چراغ جادو هستم. 2000 سال میشه که من داخل چراغ زندانی شدم. با خودم گفتم هر کس که من را بیرون بیاره هر آرزویی که داشته باشه برآورده‌اش میکنم. حالا تو چه آرزویی داری تا برات برآورده کنم؟ چی؟ یعنی هر آرزویی را برآورده میکنی؟ برادرم را اینجا بیاور. اینجا دیگه کجایه؟ این کیه برادر؟ این غول چراغ جادو است. هر آرزویی داشته باشی برآورده میکنه برات. فقط ببین من آرزو میکنم. برادرم را 3 بار به زمین بزن. چشم ارباب. برادر این خیلی خطرناکه، بیا که بریم از اینجا. من اصلا از اینجا نمیروم. چرا من بروم؟ برادرم را خانه ببر. لطفا این کارو نکن برادر. الو مرد شگفت انگیز، کنار خونمون یک غول از توی چراغ قدیمی ظاهر شده. هر آرزویی داشته باشی برآورده میکنه. لطفا خود رو زودتر برسان، میترسم برادرم به مردم آسیب بزنه. باشه من الان میام. تا وقتی که من باشم هیچ کس نمیتونه به مردم آسیب بزنه. آرزو میکنم قدرتمندترین مرد جهان بشم. من را ببخش مرد شگفت انگیز. قول بده که دیگه از این کارا نکنی.